دوستان و بینندگان بینهایت عزیز و گرامی ما، به احتمال زیاد اکثریت شما خبر دارید که روز گذشته شماره کاربران دائمی آزادی ویدیو کانال مخصوصی رادیو آزادی در یوتیوب از 1,000,000 نفر گذشت و در طول 2 روز آخر ما از اکثریت شما تبریکات میگیریم، چی در نوار و چی در پیامک. از یکایک شما سپاسگزاریم. البته این رقم قدم به قدم به دست ما رسید طول 9 سال و اگر در خاطر داشته باشه تقریبا 2.5 سال قبل وقتی رادیو آزادی یعنی آزادی ویدیو جایزه نقره‌ای رو به دست آورده بود، ما اظهار امیدواری کردیم که خدا کند که ما به 1,000,000 نفر برسیم و این روز هم فرا رسید. البته 1,000,000 نفر این رقمی ساده نیست. 1,000,000 نفر رو فریب کرده نمی شود و ما در نوبت خود تشکر میگوییم که شما به ما بینندگان عزیز باوری دارید، اعتماد دارید و ما با جمع همکارانمون تلاش میکنیم که به این باوری شما سزاوار باشیم. بله حتما و سپاس میگذاریم، هزار رحمت میگوییم که به صفحه بیننده ما پیوستید. طوری میبینید بیشتر کرسی ها و نشستگاه و کارگاه های ما اینجا خالی هستند. اکثریت کارمندان ما دورکار یا که فاصله کار هستند، از خانه کار میکنند و اما در این لحظه اگر ما را میبینند حالا سلام میگوییم، کارشان خیلی خوب است، تشکر میکنیم. فرق ندارد که در اینجا یا در خانه. اتفاقا در دوشنبه هم از بچهای دوشنبه تشکر میکنیم، در اونجا هم متاسفانه بخشی زیادی از کرسی های ما خالی هستند. 8 نفر انتظار اجازه کار یا که اکریدیتاسی هستند که دیگر راست دیگر به جان ما زد این کلمه، از جمله رئیس بخش و کارگزار بخش، 2 نفری که بسیاری از کارهای بیروی دوشنبه به آنها بستگی دارد. اما دلسر نمیشویم به خاطر که ما شما رو داریم، به خاطر شما ما صبح زود میخیزیم اینجا میاییم، با خاطر شما کار میکنیم، چه در اینجا چه در دوشنبه و بازم سپاس که به صفحه بیننده های ما پیوستید. امیدواریم که این جمع را که از ضرورت به خبر درباره وطن عزیز، درباره حیات، اطراف، زندگی، آنچه که میگذرد جمع کرده است، خداوند این جمع را هرگز پریشان نکند بلکه بازم بیشتر و بیشتر جمع کند و وقت برای برنامه نوبتی خیلی کم میمونه. شعلا جان و بچهای دیگر خیلی کار میکنن، با سخن به خودشون. بله، ما همه شما از اون رو تشکر زیاد برای شما. ما همه شما از اون رو رسو بعد از 2 ساعت منتظر میشیم و البته یادم نرود برای شما یک همکار خوبی ما رو معرفی کنم که بواسطه در تهیه برنامه های ما شرکت دارن. این کس گل خان هستند و تشکر میگیم برای شما. Agar, если хотите 2 слова нашим телезрителям, те, которые нас сейчас смотрят. Я надеюсь, что программа будет дальше набирать побольше подписчиков и будут информация интересная для вас, и вы будете смотреть дальше нас. Спасибо большое, что вы с нами. تشکر میگم بینندگان عزیز و من شما رو با جمع همکارانم بازم منتظرم با خبرهای زیاد از جمله درباره شما مهاجران عزیز. یادتون نرود در پخش مستقیم ما رو تماشا کنید و تشکر که با ما هستید.